جواد خیلی ناقلا شدی ها. حالا کی برات گفته؟ نه حالا من یه دونه با سلام و درود به به ران پرفتوه پوته روان پرفتوح و پرس سلابه و پر سلابت امام قر ام القرای امت چی؟ ام القرای ام القرای امت کفنپوشر اهل قدس قدس روح شریف کفن پوش روح قدس روح شریف رزوعان الف سه نقطه تعالی علی تعالی علیه. بله در صبح آکنده از ضد حال و صحنه های ارتحال صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری بدین مضمون پخش کرد: پشم‌های گوسفندهای مرینوس در استرالیا بر اثر یک بیماری صعب العلاج فرو ریخت. نه این نبود خبر قبلیش بود. سیرابی همان گوسفندها صبح روز بعد در طباخی شاغلام سرو شد. نه اصلا نمیخواد اینو پخش کنی. من خودم میگم. بابا امام مرده، بعد رفته کفم پوش شده، بعد صحبت پشم گوسفند و سیرابی رو میخوام 100 سال صبر نکنم. چطور دلت میاد امامو ول میکنی به گوسفند میچسبی؟ پخش کنین آحاد مصاحبه مردم رو بریم درباره امام چی میگن. محمود جان تو خیلی وسط اخبار داشت خندم میگیره میگه گفتی یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه جان. بزن محمود بزن. بابا پاتو ارون گاز مردا دیگه. بزن اوستا ببخشید، ماشین تو بذار رو چال. اومدم بذار رو چال. در سال روز رحلت امام میخواستم نظرتون رو راجع به اون امام همام بپرسم. امام؟ این امامی که میگه الان لوازم یدکیش پیدا نمیشه، خیلی سخت گیر میاد. بعدم که اصلا به درد خیابونای تهران نمیخوره. من خودم اول انقلاب که اومده بود دیدم امام چیه، لگن بود قربونت برن، رادیاتور سوراخ، از اون برم که اگزوزش آبکش بود، بعدم که یاتاقان زده بود، اصلا به درد این کارا نمیخورد. این امامی که میگی جلو بندیش هندیه، موتورش انگلیسی، ولی خب گفتم به درد خیابونای اینجوری نمیخوره. به همین خاطرن که آخرش چهارچرخش رفت هوا آب روغن قاطی کرد، دیگه به درد این کارا هم نمیخورد. اما این ماشین میخوای، ماشین خوب، من خودم هستم. برو الان ماشینتو بذار رو چال، بذار رو چالا، تو چال نذارا. محمود بزن، در خدمتی. 13 خرداد صبح بود دیگه، درسته؟ صبح بود. من تلویزیون رو روشن کردم. آره درسته. تلویزیون خبر چی رو داد؟ همون خبر تو اندونزی انتخابات ریاست جمهوری بود. بعد از اون برام مثل که تو یوگسلاوی زلزله اومده بود، تو موزامبیک هم مثل که رئیس جمهورش کودتا کرده بود و همین آنگولا و اینا بود دیگه. فکر می‌کنم حالا دقیق باز خبرش یادم نیست، ولی بازم فکر کن خیلی دردناکتر از این حرفا بود. حالا من باید فکر کنم. 13 خرداد. آقا شما امام راحل رو میشناختید؟ ولی من بچه محل نیستم، من تازه از شهرستان اومدم، ببخشید. نه آقا، منظورم زمان رحلت بنیانگذار کبیر انقلابه. ساعت همراهم نیست، معذرت میخوام، زمان نمیدونم الان دقیق. بابا یه چیز بگو دیگه. پول خورد همراهم نیست، خدا بهتون کمک کنه، ببخشید. بچه‌ها مالاتو درست کن بیار. چیکار میکنی ته؟ اوستا امروز روز رحلت معمار جمهوری اسلامیه، چه احساسی دارید در این روز؟
والا معمار که نبوده، این دیگه چارک بوده، بیشتر چارک بوده. حالا خیلی دیگه بهش التفات کنیم میشه نیمه. اما در کلیت هر جا که این دیواری که ساخت خشت اول رو کج گذاشت تا ثریا، اما این دیوار چی کج رفت. کلا آدم بی‌ملاطیه این امام که میگی، آدم بی‌ملاطیه، سیمان قاطیش نبوده، یعنی همش دوغاب بوده. به خاطر همینم معلوم میشه دیواری که ساخته فوت بکنی میریزه دیگه، بیشتر هم خودش به درد لا جرز دیوار میخوره که بذاریش لا ملات و 2 تا آجر هم بذاری روش که تمام شه بره. همین که رفت یا آسمون خراش درست کرد. آسمونش همینه که میبینی بیرونه، خراش هم همینایی که دارن کار میکنن دیگه، دارن سفید سازی دیوار نظام جمهوری اسلامی رو میکنن. حالا من دیگه صحبت دیگه نه، بچه‌م ملات رو درست کن دیگه. آقا شما درباره خصوصیت‌های امام چند کلمه صحبت کنید. امام نمیتونم خود روش شکل دارم، نمیتونم صحبت کنم. آخ بمیرم چه احساسات پاکی. بگو، بازم بگو. بابا جون نمیتونم، میسوزه، همه هستی میسوزه، نمیتونم. دل داغدار منم میسوزه. از دل سوختگی هات بگو. بسیجی کیه بابا؟ بسیجی باباته. حتی که من دارم این پیازو پوست میکنم، چشام داغون شده، داره حدقه در میاد، اشکم نره من، تو میگه امام کیه؟ برو وای نستن اینجا، وگرنه میزنم همچین تفتت میدم که همچین ته بگیری ها. یادت اومد؟ یه چیزی تو ذهنم مونده ولی میخوام بگم، ولی نوک زبونمه. بگو بگو. بگو. نوک زبون توفاله چاییه. یادم اومد اون روز صبح ما صبحونه چایی که خوردیم توفاله تو دهنم بود. همونه داری میگی؟ منظورت همونه دیگه نه؟ واه دیوونم کردی بابا، اصلا من رفتم. قربانت. حالا من اگه چیزی باز دوباره لب زبونم اومد بهت نشون میدم. آره قربانت. یه شیطونه میگفت همینجا یه دونه زشت و زیبا بهش بزنم اسیر مالش کنم، همینجا خمینی رو میگفت دیگه، گوره باباش. بله دیدیم که چطور آحاد امت بانشات و غیورمان در سالگرد امام آن پیر باغ هپروت را توصیف کردند و من حالا با قطع شعری از همان شاعر آشفته امامه اخبار این ساعت را به پایان میرسانم. من تو خال لبت ای موش پدیدار شدم، چشم قرمز شده دیدم و بیزار شدم. رفت محمود سر قبر تو دوش، گفت بی حکم تو بدبخت و گرفتار شدم. بله همکارم همین الان به من اطلاع میدن که جدیدترین عکس امام به دستمون رسیده که ازشون خواهش میکنم نشونمون بدن تا با یاد ایشون همراه بشیم و صفایی بکنیم. همکار گرامی خواهش میکنم. بله. بابا اینا رو نشون نده، من نمیدونم، من شب اینجا بدبخت میشم. نشون نده اینا رو بابا.